داستان برمیگرده به وقتی که جونگکوک و وی با همدیگه تصمیم میگیرن که توی رونمایی فیلم دریم توی مراسم کوکس شرکت کنن. این در صورتی بوده که خیلی وقت بوده که این دو نفر توی هیچ مراسمی شرکت نکرده بودن و خودشونو زیاد توی چشا نبرده بودن. اما توی اون روز چیزی که خیلی نظر همه رو به خودش جلب میکنه مدل موی جونگکوک بوده. اسم این مدل موی که جونگکوک زده بابده، ولی خب بابدی که جونگکوک زده چتری هم داره. آرمی لطفاً ویدیو رو لایک کن که من انرژی بگیرم و کامنت هم بذار آرمی فوراور. بریم سراغ ادامه ویدیو. جونگکوک رو ما همیشه این شکلی دیدیم. بیاید با هم ببینیم دلیلش چی بوده و واکنش جونگکوک به این اتفاقات چی بوده. این نمایش فیلم هم VIP بوده و توی منطقه کانگانگو سئول برگزار میشه. و از اونجایی که گفتم بهتون اعضا خیلی وقت بود توی هیچ مراسمی نرفته بودن، آرمی اون روز خیلی هیجان زده بودش و جونگکوک نشون دادش که برای دوستاش خیلی اهمیت قائل و برای حمایتش از دوست بازیگرش به اسم بازیگر پارک سون جون توی این مراسم رفتش. اون زمان مدت خیلی زیاد بودش که جونگکوک مدل موهای مختلف بلند رو خودش تست میکرد تا اینکه بتونه توجه جوان رو به خودش جلب کنه. مدل موی باب خیلی ناز و دوست داشتنی بود برای جونگکوک، کلا همه چی بهش میاد. اما خب شاید توی کره این خیلی معمولی باشه که یه نفر مثلا پسر موهاشو بلند کنه یا پیرسینگ بزنه. توی کشورهای دیگه حتی توی آمریکا هم معمولا مردا اینجوری هن که موهاشون باید کوتاه باشه و مثلا پیرسینگشون کمتر باشه. و خب آمریکایی‌ها و خارجی‌ها خیلی تعجب میکنن و اونجا جونگکوکو همجنسگرا خطاب میکنن. اینکه همجنسگرایی چیزیه که این روزا توی جهان پذیرفته شده، چیزی نیستش که بخوای انکارش کرد، اما اگه اینو به این صورت به یکی بگی هیت دادن محسوب میشه. اون روز جونگکوک هیچی نمیگه و یه جورایی گوشاش نشینده میگیره همه چی اما وای میسته به وقتش مثل همیشه جلوی تلویزیون و توی برنامه زنده جواب مردمو بده. جونگکوک در مورد تتو، مدل موش و پیرسینگاش که باعث شده بود اینا رو بگن به طرفداراش اینو میگه: من همیشه دوست دارم مدل موهای جدیدی رو انتخاب کنم و همیشه هم درباره اینکه طرفدارام چه مدلی رو بیشتر میپسندن فکر میکنم. ممکنه که مدل موی من یه وقتی به نظرتون کمی مشکل داشته باشه، اما امیدوارم که شما مدل موهای مختلف من رو دوست داشته باشید و از جونگکوک یک نواخت و خسته کننده حداقل بهتره. اگه بیشتر دقت کنید متوجه میشید که جونگکوک اصلا نمیگه که اونا چرا این حرف رو راجع به من زدن، فقط میگه که کاری که کردم چیزی بود که خودم دوست داشتم و برای آرمی انجام دادم. پس یه جورایی هیترها رو کلا ایگنور کرد و نادیده گرفت. پیام جونگکوک در واقع این بودش که خیلی خوب میدونه که آرمی ازش چی توقع داره و دوست داره که جونگکوک چجوری باشه، اما اینم به خوبی میدونه که باید به باورها و رویاها و اعتقادات خودش هم وفادار باشه و کارهایی که دوست داره برای دلش انجام بدم انجام بده. اینجوری نباشه که فقط برای دیگران زندگی کنه چون که شخصیت معروفیه. بعد از صحبت‌های جونگکوک طرفداراش احساس کردن که واقعا داره حق میگه و باهاش همدردی کردن و گفتن که ما شوکه شدیم از این که دیدیم توی این برنامه بعدش یه سری آمریکایی اومدن گفتن که مدل موی چتری برای مرد مثلا مثل همجنسگراها میمونه و از این حرفا، و اینکه خیلی از جونگکوک حمایت کردن و نشون دادن که مثل همیشه آرمی پشت جونگکوکه.